صبر کنید. اگر وسایل شکستنی را اینطوری بسته‌بندی کنید، ممکن است شکسته به مقصد برسند. خیلی‌ها فکر می‌کنند برچسب شکستنی کافی است، اما محافظت اصلی از داخل جعبه شروع می‌شود. ظروف شیشه‌ای، سرامیک، وسایل الکترونیکی و هدیه‌های حساس به بسته‌بندی درست، ضربه‌گیری مناسب و پر کردن کامل فضای خالی نیاز دارند. در ویدیوی کامل مرحله به مرحله توضیح می‌دهم چطور وسایل شکستنی را برای ارسال ایمن بسته‌بندی کنید. از انتخاب کارتن مناسب تا بستن محکم بسته. ویدئوی کامل را ببینید تا یاد بگیرید چطور از بسته خود قبل از ارسال محافظت کنید. و فراموش نکنید برای دیدن نکات بیشتر درباره ارسال و بسته‌بندی کانال شیپیکسر را سابسکرایب کنید. شیپیکسر، با دقت بسته‌بندی کنید، با اطمینان ارسال کنید.